روزگاری رفتگانم. من نشانی آدمانی بینشانم. من به هر یک اسکری از یاد رفته یادگاری بیگزندی جاویدانم. من جوانم، من جوانم، من جوانم. شام دلانگیز و نوربخش مبارک بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاب باران، السلام علیکم. درودی پر از مهر و محبتی ما رو بپذیرید. باز هم با معنی های گرم و صمیمی مهمان خانه شما هستیم. مهمان امروزه ما نامزد علم های فیلولوژی استاد عزیزمون احسان رجبی هستند. استاد شما دید میگویم به برنامه ما. در برنامه امروزه نیز خواستیم که از دردانه های استاد لایق را و بینندگان گرامی ما شرح و تفسیر بفرمایید تا از معناهای دامنه‌دار آن واقف گردند. غزل انتخابی مردان که سر افراز سری دار بمیرد. میخواستیم درباره مضمون و مندرجه این غزل فکر و اندیشه های خود را بیان میکردید. پیش از همه درود به هواداران برنامه شما و تماشابینان ارجمند. مفهوم مردی و واژه مردی در آثار علم و ادبی گذشتگان ما خیلی توصیف شده و در این زمینه رساله نامزدی یکی از ادبیات شناسان ممتاز ما قربان واسع هم تألیف یافته است. وقتی در کتاب ها و سرچشمه های بزرگ فلسفی می نگرید می بینید که فیلسوفان هم در آرزوی یک مردی آرمانی بودند و در آثارشان صفات این مرد را توصیف کردند. اگر ما همون ابرمردی نیچه یا دان کیخوتی سروانتیس و بسیار یا رستمی فردوسی بسیار شاعر و متفکران میبینیم که آرزویشان یا توصیفشان به همان صفات مردی حقیقی بوده است و مردی از واژه های بسیار ممتاز و توصیف شده آثار گذشتگان ما بوده است. در این زمینه در آثار استاد لایق، در اشعار استاد لایق وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که این موضوع یعنی موضوع مردی و صفات مرد در تصویری یا توصیف استاد یک جایگاه مخصوص داشته. استاد از زمان دانشجویی و جوانی که در سالهای 67 یا 80 یا سالهای 70 و 80 میبینیم یکی از موضوعشان همان مردانگی، جوان مردی بوده است. در غزل انتخابی امروز هم میبینیم که این غزل در سال 1967 نوشته شده است که میبینیم استاد خیلی جوان بوده، اما یک جوانی که جوان مرد و خواستاری یک انسانی چی است، یک انسانی واقعا آرمانی هست، یک مردی که مردانگی دارد، جسارت دارد. همین مردانگی هم پیش از آن که این غزل را شرح دهیم در آثار گذشته فیلسوفان یونان هم بوده است. یعنی میبینیم که یک سرلشکری بزرگ یونان وقتی مردن میمیرد، وقتی لحظه های مردن، لحظه های جانسپاری، میگوید که من از جایم خیزانتم و مرد آن نیست که میگوید خواب رفتم بمیرد. بله. و این بسیار هم شاید این درست، شاید این روایتی بیش نیست، اما همین صفتی بلند مرد را افاده میکند که مرد باید چنان باشد. استاد میگن که مرد آن که سرافراز سری دار بمیرد، یک بار تولد شده یک بار بمیرد. برای چی سرافراز تگی دار بمیرد؟ این معنی آن که مرد یکی از خصوصیت های مرد این است که نترسیدن از مرگ. اگر انسان از مرگ بیترسد و تمام ارزش های خودش رو میفروشد به آن خاطر که زنده ماند، چنان که خیانتکاران اسکندر، خیانتکاران دارا، خیانتکارانی که دولت میفروشند، خیانتکاران است، اینها برای نگه داشتنی یا اینکه از دست ندادن جان خود، حیات خود چی میکنند. برای همین هم استاد میگه که مرد یکی از صفاتش این است که از مرگ نترسد. دیروز صحبتی که مردی نبود فتاده رو پای زدن، گردستی این است، فتاده بگیری مردی این مسئله جوان مردی ها. اما یکی از صفات مردی ناترس بودن در برابری مرگ. دیروز یکی از صحبت های شاعری خوبی ایران سایه ابتهاج میشنیدم، میگفت که من هرگز از مرگ نترسیدم با آن خاطر که یگان وقت کسی به آن مرگ روبرو نمیشود.
چرا وقتی که مرگ میآید تو نیستی، وقتی که تو هستی هنوز مرگ نیست. و این هم یک جوابی هست که استاد میگه که یکی مرد آن هست که از مرگ نترسد و یک بار تولد شده یک بار بمیرد. این معنی آن را دارد که یک مرد حتی مرگش هم باید زیبا باشد. بله. همین مرگش هم عادی نباشد. مرد آن که یک بار تولد وقتی که میشد، مردنش هم باید ناتکرار یک بار میشود. و ببین یک بار دنیا میگویم که در همون گفتاری مردمی عامی ما هم هست که آخر دنیا به یک بار میآیی. بله. یک بار آمدن با اون معنی که این دنیای آن نیست که تو برای آن بیایی که تمام شرف و ناموس و تمام انسانیت و آدمگری و حیثیت و شخصیت از دست دی به خاطری جانت، به خاطری مالت، به خاطری دولتت. و این چیز بسیار همون دوره با استاد لایق به همین توجه کرده است که شاید همون زمان اجتماعی همون دوران بوده است که شاعر میگه که مردی تقاضا میکند زمان میگه. دیگر بیت این غزل این است که مرد آن که سری قله چو همخانه خورشید، از قسمت خود راضی و سرشار بمیرد. دیگر صفات مردی واقعی این است که باید بیچاره نال نباشد و راضی بودن از قسمت یکی از صفات مرده. با اون خاطر که همین دنیا به آمدن خودش یک بخت. لیکن مردی که از هر چیزهای جزئی می نالد، مردی که مثلا راضی نیست از مثلا کارهای زندگیش یا این کارهای مرد نیست میگه. چنانی که میگه خورشید هم میگه مرد مانند خورشید باشد که شب و روز از پی درخشاندن و از پی گرم دادن و از پی رسالتی بلند خودش بدون یگان نارضایی، بدون بیچاره نالی ادا میکند. و مانند مرد حقیقی آن است که مانند خورشید بیگان طمع، بیگان استاد فرزانه هم میگن که نیکی بیشمار کن لیک مجو جواب. مثلا شمس به حق خدمتش پیسه نگیرد از زمین. همین زمین به خورشید همین قدر نور و ضیا میدهد اما پول طلب نمی کند، پیسه نگیرد از زمین. نیکی به حساب کن لیک مجو جواب کن. این هم یک صفات یک مرد حقیقی است که استاد میفرماید. مرد آن که سبکتر بکند بار زمین را، با عمری گرانبار بمیرد. یعنی یک انسان باید یک مرد باید باشد که دشواری ها و مشکلی ها را آسان کند و بار زمین سبکتر کند. در دنیا کارهای بد کردن، مشکلات زیاد کردن، یکان حدی گذاشتن برای پیشرفت دیگرها یا دیگرها را دیدن نتوانستن یا مسئله های دیگر ایجاد کردن کاری مردان نیست. میگه مرد همان است که یک بیچاره. گفتید که گر دستی فتاده بگیری مردی، باید که این باشد دستی فتادگان را گیرد، از مردانگی خودش به دیگران سرایت کند. از و این چیز بسیار مهم بوده است که استاد گفته. و دوم مثلش این است که با عمری گرانبار همین دو کلمه گرانبار با معنی های گوناگون مصرع خیلی زیبا کرده است. با عمری گرانبار، اینجا گرانبار به معنی آن که وزنین است. وزنین بسیار زندگی وزنین پیش خواهی های زیاد دارد. خودی استاد لایق هم میگوید که زندگی خودش که مشکل است باید شعری ساده گفت. یک بیتش هم همین خیلی است. برای همین هم زندگی گرانبار اینجا به معنی عمری گرانبار آمده که عمر واقعا هم میگه که زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد. این بسیار چیزی مهم. برای همین هم دوم گرانبار و معنی آن که کار و پیکار چیزی عمری گرانبار تا چنان صرف کن که عمری وزنین دارن باشد که گرانبار باشه، این پرمایه باشه، یکون میراث داشته باشه، میراثی معنوی، میراثی عمرت هم تو صرف نکن. عمرت باید که یک پیکار و کارنامت، کار و پیکارت، آثارت ماندگار باشد، گرانبار باشد، چی باشد، نیرومند باشد، ارزشمند باشد. از خودت چیزی به یادگار باید گذاری. این هم یکی از صفات مرد واقعی این است که هم با همه این مشکلات نگاه نمی کند اما از عمر خودش میراث گرانبها باقی میگذارد. چنان که یک دانشمند گفته بود که یا
چنان بنویس که ارزش خواندن را داشته باشد یا چنان زندگی بکن که ارزشی نوشتن را. و مرد هم باید این گونه باشد که اصلا بعضی ها نمی نویسد اما از حیاتش از عمرش با وجودی همه مشکلات میراث خوبه، میراث یا چی خوبه باقی میماند یا در دل و دیده دوستان همچون یک جوان مرد یک انسانی نیک باقی میگذارد. این چیز از نظر استاد لایق دور نمانده است. دیگرش با دوستی نزدیک رود منزلی دوری، با دوستی نزدیک رود منزلی دوری، با یار و یا با علم یار بمیرد. همیشه مردهای دنیا یک یاری داشتند، یک به خاطر یک برای خودشان ارزش های را قائل بودند که برای رسیدن به همون ارزش کار میکردند. مثلا شما همین دان کیخوت سیروانتس بینید، اگر برای آن که رسد به دونسینه محبوبهش رسد چقدر کارها را میکند، چقدر راه ها را میپیماید. یا همون اسکندر هم به خاطر مثلا دوست داشته است چی کار را میکند، یا رستم یا هر یک جوان یا مثلا اخیلیس یا دیگر قهرمان های هم اساطیری و هم واقعی ببینید که همیشه درباره یک نفر را دوست داشتن و به خاطر همون جانبازی ها کردن. و این با همین گونه یار به منزل دوری رفتن هم این هم یک هدف است، یک چی هست که میگوید که یا با یار برود، میگوید یا با علم یار برود. یعنی این دوستداری یک نفر، یک مرد بزرگی، این عشق بسیار بزرگی انسان تحریک میده، انسان انگیزه میده که به کارهای بزرگ دست زند. حتی یاد عشق هم انسان به خاطر پیشرفتش دلالت میکند و زمینه میگذارد. مثلا تصور کنید یک نفر یک عکس دوست میدارد، به خاطر رسیدن به چقدر کار میکنه، چقدر مثلا جانثاری میکنه، بگذار نرسد اما موفق میشه. وقتی که این هم یک گپ عجیبی چی هست، یکی از ادبیات شناسای بزرگ ایران زهرینکوب هست که میگه که من میخواستم که حافظ برین شدم، یعنی در مقام حافظ رسیدم اما حافظ نشدم اما زهرینکوب شدم. به اون خاطر که انسان اگر یک قله بلند چی کند به خاطر یک چیز، به خاطر یک کس حتما به اون نرسد، هم در مقام در جایگاه قرار میگیرد که خودش را میشناساند. دیگرش مرد آن که نمیرد ز قضا با اجل خود، در عشق و یا کار و یا آر بمیرد. بعضی بیت های این غزل من نگرفتم چون برای من پسند تا اندازه چی هست نیست، لیکن این غزل بیتی که میگه خیلی عجیب بیت که میگه مرد آن که نمیرد ز قضا با اجل خود، در عشق و یا کار و یا آر بمیرد. یعنی هدف مرد معین کرده. مرد این که چیکار گفته است؟ به قضای خود نمردن، اول همه به قضای خود میمیرد، همه سرنوشت خود میبیند. این قضای خبر عمری که اتاش باشد یا به آخری عمرش برسد حتما میمیرد. لیکن مرد هست که مثلا وقتی لاوچی میگوید که باید ما خورشید هم به خدمت خود ما داریم، همین یک جسارت مردی و یعنی همه چیز کار کردن ممکن در دنیا این معنی افاده میکند که حتی مردم که با قضای خودم دست به گریبان میشد، به گردون دست به گریبان میشد. تا از خودی استاد لایق هم میگه که تا از تو من دور فلک کام نگیرم، از سوختن و ساختن آرام نگیرم. یعنی تو من از تو میگه اون خواسته هایم نبرارم من نمیمیرم. و این هم که به همون فلک به قضا و قدر دست و گریبان شدن هم که فیلسوف ها شدند و اونها همه خواستاشون خواستند و گفتند چیزهای خوب به باقی گذاشتند و به فلک و قضا و به سرنوشت دست و گریبان شدند. اینها مردها بودند که ناترسانه همه این چیزهای آزادیشون گفتند به خاطر همون حقیقتی که آنها میپسندیدند، به خاطر آرمانهای خودشون این چیزی گفتن. و این هم میگه مرد یا از عشق یار میرد یا کار میرد و یا در سری آر مسئله که بیننگ همیشه یکی از صفتهای مردی این بوده که
در حفظ ننگ و ناموس و شخصیت و حیثیت در جای هم میگه انسان. استاد لایق میگویند تا نگیرم خونبهای جمله آه قربانی میخه تا نبخشم عمری آزادی هم از زندانیان را تا نبردارم به دوشم دشواری این زمان را من نمیمیرم من نخواهم مرد. البته از دست اجل کسی را گریز نیست، لیکن تنها خواهش مردی میتواند که حتی مرگ هم چی کند، به مرگ هم مغالب شود. یک تا روبایی شما استاد لایق میگن که از دست چی میگن، من میگن قصد اجل را ز عمل میگیرم. بله. من قصد اجل را ز عمل گرفتنشان این که وقتی که انسان‌های بزرگ که ما در برنامه دیگر هم گفتیم که تاریخی تولد دارن اما تاریخی فوت ندارن. استاد لایق هرگز نمیرده است و با اجل غالب آمده است، با اون معنی که ما هیچ وقت اگر جسماً رفتم باشد معنوان هرگز استاد در صحیفه های ادبیات، در صحیفه های تفکر علم ادبی ما یک چهره روشن و ماندگار است. آخرین بیت این غزل: مردان که شرفمند و بناموس و جوان مرد با این همه آزار سزاوار بمیرد. هرچند که مشکلات، هرچند که آزار فشار، هرچند که، اما یکی از همین اهمیتی مردی و که شرف مردی این است که شرف و ناموس و جوان مردیش دست ندید. که همین میگن که لفظ مردی این چی هست که استاد همین هم در همون دورهش تاکید کرده است که اگر ما میگه جامعه همین گونه مردها رو داشته باشیم پیشرفتی خواهیم کرد. و در طبیعت ما ایرانی تبارا یا اینکه فارسی زبان ها یا تاجیکان در طبیعت ما مردی وجود داشت میگه. در مثال میگه همون قهرمان های فردوسی، در مثال آن جنگ هایی که بر ضد اجنبیان کردیم، آن با همین قدر فشارهای تاریخی هنوز هم زبان رو از دست ندادیم، هنوز هم ما تاجیک گوییم، هنوز هم امروز به یک دولتی بسیار خوب، دولتی آیندهش درخشان، دولتی خود ما، دولت ملی رسیدیم. این از آن شهادت میدهد که این صفات مردی، این جوهر مردی در تینیت هر مردی ما، مردی تاجیک ما هست و این چیزا باید که ما همین تو میراث مردمانگی و جوان هاتیم. اگر یک صفات مردیه که این جوان مردی است، یک صفاتش بناموسی است، یک صفات دیگرش از مرگ نترسیدن، یک صفات دیگرش خیانت نکردن، یک صفات دیگرش همیشه صادق وفادار بودن باشد. اگر همین صفات های یکی از جوان ها، یکی از همین صفات ها در جوانان ما، در جامعه ما این که رشد کنند، فکر میکنم که ما رسالتی گذشته همچون وارث رسالتی تاریخی خودمون را اجرا کردیم. تشکر استاد. میخواستیم درباره استفاده شدن سنت‌های بدیعی و هنری شاعری لایق نیست در این غزل چند ملاحظه می‌راندید؟ نه اصلا، البته این غزل در زمان جوانی استاد لایق ایجاد شده است و میبینیم که استاد گلنظر هم بارها گفتند استاد لایق یک نظر به آن که تصویرگری بزرگ، معنی ساز بزرگ است. میبینیم هرچند در این غزل سنت‌های بدیعی که استفاده شدند، اما به نظر من استفاده سنت‌های بدیعی در شعر یا به طور جدایی مورد توصیف یا شرح دادن آنها تا جای شخصا برای من این چی است که معنی بزرگ شعر خود یک نشانه بلند تفکری این شاعر است. البته هنرمندان بسیاری شعرهای هستند که هرچند سنت‌های بدیعی کم دارند اما شعرها را میتوان گرفت و برجنگ رفت، اما میتوان هم شعرهای گرفت و یک ایدئولوژی ساخت. شعرهای مثلا کتاب نیچه میبینید که یک کتاب یک ایده بسیار بزرگی هم طرفدارانش هم مخالفانش را ساخت. یعنی مضمون، تفکر و چی هدفی که در همین شعر تصویر شده است در نظم، من فکر میکنم که فکر و مندرجی و محتوای و آن تأکیدات حتی همین چهره سنت‌های بدیعی را بگذار، این چیز مهم است. ما بسیار تصویرگرای خوب هم داریم، سنت‌های بدیعی بسیار بلند افاده میکنن اما رسالت یک شعر را هرگز ادا نمیکنن. و من گپ فروغ فرخزاد رو نسبت به شعر نادرپور میارم، میگوید که تصویرهایی میگوید نادرپور به درد کی میخورد وقتی که شعر اجتماعی نیست، وقتی که در شعر خود شاعر نیست.
البته این معنی آن را ندارد که ما تصویری هنرمندانه نادرپور خطی بحثلانز کشیم یا گوییم که ما جانبداری و تصویرهای نادرپور نیستیم. نادرپور شاعری و تصویرگرای بزرگ است، اما مطلب و فروغ این بود که در شعر اگر درد، در شعر اگر هدف، در شعر اگر مقصد، در شعر اگر یک ایده عالی، در یک شعر یک مضمون عالی نباشد، اگر این تصویرها واقعا به درد کسی نمیخوره. من گفتنی نیستم که تصویر نداره، اما تصویرهای معنی سازی استاد یا در همین شعر صفات مردی بیان کردن انسان، همش این صنعت های تشبیه که مرد باید چگونه باشد، این باشد غیر باشد دیگر. و این چیزها مهم به نظر من که وقتی ما از شعر تصویر جویی میکنیم یا مثلا صنعتی بدی میکنیم، مهمتر از این با دیگر کارهایم هست در شرح و توضیح و معرفت و درک شعر. استاد لایق. تشکر زیاد استاد. خوش آمدید میگویم به برنامه آفتاباران. بسیار صحبتی صمیمی بود. اطمینان دارم که جهان معنوی هر یکی از بینندگان ما باز هم رنگین گردید. خوش آمدید باری دیگر استاد. سلامت باشید. دوستان خوشبخت باشید در جهان با یاری خوشگل. دوستان خوشبخت باشید در دل یاران خوشدل. بینندگان عزیز و گرامی قدر، در همین جا فرصت برنامه آفتاباران به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.